2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. یه سویت گرفته طوری حرف میزنه انگار هتلو خریده. چی شده؟ ایمیلی که فرستاده رو ببین. متاسفانه دکورتون کم و کسری داره، یکم بیشترش کنید لطفا. به ما میگه بیشترش کن. بیشترش کنیم؟ ما به خاطرش اتاقو کلا رنگ نکردیم؟ حالا چیزی نشده که چیه؟ گفت چند تا چیز کوچیک بهش اضافه کنین همین دیگه. به نظر من که محترمانه گفته کل دکور اینجا رو از اول درستش کنین. ببین نهیرم به لطفت زبان شهرنشینا رو یاد گرفته. دوستای عزیزم آروم باشین لطفاً عزیزان. یادمون نره که این شخص میخواد گرونترین اتاق هتلمون رو 2 ماه اجاره کنه. اینو فراموش نکنین باشه. فراموش نکنیم. اما تو این زمان کوتاه مبل از کجا پیدا کنیم ها؟ بریجیک لباس زینب صدفی رو پوشیده. بله همونطور که میبینید لباس طراحیش خیلی خاصه و به نظرم خیلی خوب شده. دخترای جزیره برای ورودی به جایی صدا در میارن. ای بابا. آه زینب آه. سورپرایز روز در مقابلتون خانم ملیسا. کسی که در جزیره زندگی میکنه از جزیره سر در میاره. دخترمون وقتی از خونش بیرون میاد شبیه یه جزیره ساده است، ولی وقتی میره جلو یهو خدای من اون چیه؟ وای. یکم راه میره جوری نشون میده انگار با رفیقاش یکم دیگه میخواد بره پارتی و مهمونی. اسم این لباس زینب صدفی مشتاق ازدواجه ها؟ آره دیگه اینجوریه. سمت داورا برمیگردیم و امتیازا رو میبینیم. 9 اینم 9 و من رئیس داورا هستم. امتیاز من خیلی مهمتره. قلب ها می تپه. خدای من این دیگه چیه؟ داورا به زینب صدفی 36 میدن. آفرین.
و حالا نوبت میرسه به نام دختر پارتی و اینجا سلما کوکنار. ببینیم داورا چی میگن. بفرمایین. چشما منتظره. 10 و 10. زود جوگیر نشید. رئیس داوران منم. امتیاز ممکنه همه چی عوض کنه. قلبا میتپه. بله هیجان زیاده. اون دیگه چیه؟ و اینک 10. سلما کوکنار برنده مسابقمون شد. خیر باشه خاله عالیه، کجا داری میری؟ اصلا خبر نمیدین که بابای شریفینا عمرشو داده به شما؟ آره وقتی شما تو کما بودی فوت کرد. میرم بهشون سر میزنم. آره خوب کاری میکنی. برو. ببینم دیر میای؟ برای شام منتظرم نباش دخترم. راهش دوره، اونا میان منو میبرن بعدشم برمیگردن. اصلا منتظره من نباش. باشه باش میبینمت دخترم. میبینمت. من در باز میکنم. دخترم خودتو خسته نکن. نه خواهش میکنم. باش میبینمت. الو پویراز. بله سلام. شب حدود ساعت چند میای خونه؟ چرا پرسیدی؟ هیچی، همینجوری خواستم بدونم. یعنی تو هتل یکم کار دارم ولی اونا رو تموم کردم میرم. باشه پس میبینمت تو خونه. میبینمت. باشه ما رسیدگی میکنیم. باشه ممنون. خواهش میکنم. نهی جون عزیزم یه بسته قرار بود برام بیارن، میشه یه سر بزنی؟ اگه میومد که خبردار میشدم خاله. بذاریم بازم یه نگاه بندازم. خالم اومده سراغ بسته رو میگیره. اینم روی سختی مسابقه طراحی اضافه شد. نهی حسابی سخت شد. من برم یه سر بزنم. ماما ببخشید نتونستم بیام تماشای مسابقه. ببخشید. بی خیال. اهالی جزیره سلمای جزیره‌ای رو انتخاب کردن. اتفاقا خیلی هم خوب شد. سلما یکم جو گرفتتش. دست از سر من بلکه برداره. خاله من نگاه کردم هیچ بسته‌ای نیومده اینجا. یعنی چی عزیزم؟ ای خدا. الو شرمین جون بسته نرسیده، میشه یه چک بکنی؟ نه من منتظرم، قطع نکن جانم. یعنی چی بسته اومده ولی پس فرستادن؟ مگه میشه؟ آخه من 2 روز دیگه عروسی دارم. شرمین به نظرم اون بسته رو اصلا نفرستادین. اگر هم فرستاده شده بود احتمالا لباسی که توش بوده سفید نبوده. من 2 روز دیگه عروسی دارم. بدبختی منو تو رو خدا میبینین؟ لباس هنو نیومده. خب چی کار کنیم حالا؟ اون وقت نمیتونی ازدواج کنی. بی خیال عزیزم. منم از همین لباسایی که تو خونه دارم بالاخره یه چیزی میپوشم. یه کارش میکنم دیگه. یه فکرای خوبی دارم. گرکم ملکم. یعنی چی از لباسایی که دارم یه چیزی میپوشم؟ یعنی چی همینجوری ادامه بدی؟ اگه برای اون مسئله اومدی؟ من خیلی وقت اون قضیه رو فراموش کردم. خواستم در مورد این برنامه‌ریزی ها با حرف بزنم. برات یه سری برنامه ها دارم. والا تورا و چراغا و میزا این طرف خیلی خوشگل میشه، مثل داستان جزیره. خیلی خوب میشن، بهم اعتماد کن. ولی من میخوام کل اینجا گل باشه. عزیزم تو هم انقدر بی موقع. آخه چرا اینجوری کردی ها؟ من با یاسمینای آبی اینجا رو پر میکردم. خیلی خوشگل میشه. ولی روحیتو از دست نده. بیا ببین بهت نشون میدم.
فکر کنم امروز واقعا اتفاق میفته. مگه اون همه کار انجام ندادیم؟ من فکر کردم مامانم میترسه و فرار میکنه منصرف میشه، اما یکم پیش گفت بدون لباس هم میتونه ازدواج کنه. من چقدر خوب. درک نمی کنی ها. ما داریم از زینب صدفی حرف میزنیم. اون بدون لباس گرون قیمت و دوستایی که بهشون پوز بده اصلا نمیتونه زندگی کنه. یعنی نمیتونه زندگی کنه. اون لباس باید با ارزشتر از جون مادرم میشد. ممکنه مامانم واقعا آقا لطیف رو دوست داشته باشه؟ نمیدونم، شایدم دوستش داره. اینا صدای گذشته رو برامون می آوردن نه؟ احتمالاً مامانم و آقا لطیف اینجا خیلی وقت گذروندن، یعنی تو این ساحل. یعنی خب با هم دیگه بزرگ شدن. احتمالاً همینطوره. مامانم اونو ترک کرده. آقا لطیف هم بعد از این همه مدت مامانم رو بخشیده. از اونجایی که انقدر طول کشیده ببخشه، فکر کنم خیلی عصبانی بوده. اما خب بالاخره بخشیده. این از همه مهمتره. اما 30 سال به این زیادی، این زمان زیادیه برای این که از یکی عصبانی باشی. هم عصبانی، هم شاید عاشقشم باشه. اما اونا کلی سال از دست دادن. شاید هم ممکن بود اصلا همدیگر رو نبینن. فقط خدا میدونه چقدر عشقا اینجوری تموم میشه و میره. گاهی هم حتی اگه خوب بشه رد بعضی چیزا میمونه. عشق نمیتونه اشتباهو تحمل کنه. خوش اومدی. خوش باشی. تو جایی میری؟ نه گرسنه ای؟ یه چیزایی آماده کردم. نه زحمت نکش. نه عزیزم این حرفا چیه؟ چه زحمتی؟ برای امشب یه سری غذای جدید درست کردم. خاله عالیه هم گفته امشب دیر میاد. اینا رو واسه من حاضر کردی؟ معلومه برای تو حاضر کردم. من که کس دیگه ای رو ندارم. من و تو خیلی وقت با هم تنها نبودیم و حرف نزدیم. به نظرم خیلی حرفا برای گفتن داریم. باشه پس من دستامو بشورم و بیام. چیزی از آشپزخونه نمیخوای؟ فقط تو موندی. بیا. واقعا نمیفهمم از کی تا حالا با منیسا اینقدر صمیمی شدی که بهش درس مخ زدن میدی؟ وقتی تو با اهالی جزیره هم دست شدی و حاضیرانو فروختی. ولی شما که هیچ نقطه مشترکی با هم ندارین. وقتی پیش هم هستین از هر 10 دقیقه 8 دقیقه‌شو سکوت میکنید. من نفهمیدم تو چرا انقدر عصبانی شدی. من عصبانی نشدم. مشخصه که شدی.
اون تو رو عصبانی کرد که دیگه زن خوشگل و ظریف جزیره نیستی ها؟ بگو. اصلا. پس از دست آلپر عصبانی شدی ولی حق داری عزیزم. ببین یعنی وقتی عشق یارو کنارشه نباید از رفیقش تعریف کنه. به نظر من البته. به نظرم تو در این مورد ازش بازجویی کن. الو. ایدیل و پویراز رفتن غذا بخورن. مگه تو جزیره جایی برای غذا خوردن هست؟ تو خونه سفره و اینا آماده کردن. به خودش رسیده بود. خاله عالی هم خونه نیست. ببین اگه دشمن نزدیکترین دوستم نباشه میرم به دختره همین الان تبریک میگم. خیلی داره تلاش میکنه، پا پس نکشیده. ها چه حرفایی میزنی بیرجیک؟ باشه تو هم آتیش بیار معرکه باشه. چشم پویراز جستو کسی رو نمیبینه هازیران، حتی ایدیل هم نمیبینه. چشم بصیرت پویراز بازه اما هیچ چیزی رو نمیبینه. خیلی بده میدونم. تا وقتی منو نبخشه اگه دوستم داشته باشه هیچی نمیشه. اگه من اینجوری بهش فکر کنم و حسودی کنم هیچی نمیشه. نمیدونم شاید دیگه هیچ وقت نشه. باید پا پس بکشم. هازیران تو رو خدا اینقدر چرت و پرت نگو. بگذاریم بعداً حرف میزنیم بیرجیک باشه. Nasıl, beğendin mi? Gerçekten çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. عالیه خونه است نمیذاره من برم آشپزخونه. میگه تو مهمونی. آفرین به مادر بزرگم. اگه بابام ازدواج کنه من بر نمیگردم خونه. میدونی تو هر وقت که دلت بخواد میتونی اینجا بمونی. مرسی خیلی ممنون. لابد به عنوان مهمون. اگه میخوای یه خونه واسط میگیرم. کارت هم اینطوری میتونی حرفه‌ای شروع کنی. یعنی مثل هازیران تنهایی زندگی میکنی. من هازیران نیستم. به عنوان مثال گفتم. من و هازیران خیلی با هم دیگه فرق میکنیم. اون 3 روز اینجا زندگی میکنه، 5 روز یه جای دیگه، براش فرقی نمیکنه. اما من اونجوری نیستم. نمیتونم چیزایی رو که بهشون وابستم راحت ول کنم برم. ببین یه چیزی بهت بگم. تو اصلا به اون رابطه ها اعتماد نکن. یه روزی میرسه که همه چیز داغون میشه و از بین میره. فکر نکنم خاله عالیه باشه. شب بخیر. من چیزم تموم شده. نمکم تموم شده. میدونی که توی ساعتم جایی باز نیست. میخواستم بپرسم اگه نمک داری میتونم یه مشت ازت بگیرم میشه؟ یه مشت؟ آها باشه اما توی این بریزم؟ آره نیازم نیست کلشو پر کنی. اگه یکم هم بریزی کافیه. خوبه. تو داری غذا درست میکنی؟ یعنی دارم درست میکنم. گرسنم شده این وقت شب. شما خوردین دیگه؟ آره اونم روی میز داخل حیاط. آره هوا عالیه دیگه. زیر ستاره صدای امواج دریا میاد. دقیقاً همینطوره. تو بودی در زدی؟ قرار بود کی باشه؟ خودت میدونی که من و پویراز همسایه هستیم و اگه چیزی نیاز داشته باشیم در خونه همدیگه رو میزنیم. اما فکر نکنم پویراز این کارو بکنه. کافیه دیگه ها؟ آره درسته کافیه. توست درست کرده بودم راستش. میخواستم روش کمی نمک بریزم. نوش جونتون باشه. شب بخیر. یادت نره که قرصتو بخوری. یادمه.
ملیسا چقدر خوشگل شده بود مگه نه؟ آره دقیقا. این همه سال هر روز میبینمش ولی متوجه نشده بودم. الان متوجه شدی دیگه. یه لحظه وایسا. راستی ببینم امروز بهت گفتم که چقدر خوشگل شدی؟ اگه واقعا اینقدر خوشگل شده بودم چرا به ملیسا امتیاز دادی ها؟ من به لباس و طراحی امتیاز دادم همین. باور کنم؟ آره. باشه. میشه چشماتو ببندی؟ ببندیگه چشماتو ببند. لباسی که توی تنمه چه رنگیه؟ یه رنگ عالی. تو هنوز اونم متوجه نشدی یا که تو از لباس چی سرت میشه؟ بریم ساحل را بریم یا حتی میتونیم با کشتی بریم. یعنی چی؟ این وقت شب؟ آره چی میشه؟ یکم هم ما دیوونگی کنیم. دختر خوب جزیره این وقت شب میخواد دیوونه بازی کنه. این تابستون چهره همه غریبه های تو جزیره رو خوب رو کرد. شایدم یه ایدیلی هست که تو اصلا نمیشناسی. دختری که پیشت بود دوست دخترته؟ دوستمه. تو اونجوری فکر میکنی ولی اون عاشق توه. به نظر تو اینطوره؟ جواب کلاسیک مردایی که جوابی ندارن. به نظر تو اینطوریه. بله بیرجیک. پویراس آلپر افتاد سرش خورد زمین الان همه جا پر از خون شده. چی؟ تو با آمبولانس خبر بده من دارم چی شده؟ پویراس چی شده؟ پویراس چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ با تو هم پویراس اتفاق بدی افتاده؟ کمربند تو ببند تو را تعریف میکنم. پویراس بیرجیک آمبولانس هنوز نیومده. بیرجیک چی شده بگو. میگم نوشیدنی چی میل داری؟ یخ پیدا نکردم جاش یه کیسه یخ گذاشتم. داداش ببین وقتی شنیدی آلپر سر شکسته بدو خودتو رسوندی اینجا یعنی هنوزم دوستش داری دیگه با من بازی نکنید باشه؟ به هیچ وجه. چه بازی داداش؟ زنگ زد به من گفت تو توی خون غرق شدی. اصلا خوب کاری کردم که گفتم حتی اگه اینجا یه درد شما رو زندانی میکردم تا با همدیگه آشتی کنید. من اونو امتحان کردم روی پویراس اثری نداره. داداش به جون تو خبر نداشتم. اگه میدونستم نمیذاشتم همچین کاری بکنه. وقتی پویراس گفت تموم شد یعنی تموم شد. به دست آوردن اون سخته ولی از دست دادنش راحته. بیرجیک بیا ما با هم دیگه بریم تو. یادته وقتی بچه بودی سرتو شکسته بودی؟ طمع کرده بودم تو مسابقه هاکانو ببرم. همه جات خونی شده بود گفتی تو رو خدا به بابام نگی. آلپر دیگه چیزی از من مخفی نکن. نه داداش من دیگه از تو هیچی رو مخفی نمی کنم. واسم درس عبرت شد. داره
صدای دعوا نمیاد. از اونجایی که پویرازم با عصبانیت نرفته اوضاع خوبه. میگم حالا که آلپرو بخشی دیگه نوبت توه. دوستی اشتباهو قبول میکنه ولی عشقو نمیدونم. نمیتونم بگم چند روز پیش چقدر بهت نیاز داشتم. بیرجیک گیر داد واسم یه شعر بنویس. میدونی که منم چقدر ادبیات دوست دارم. همه میدونن. میخوام بگم ملیسا بهتر از من بود. این قضیه هم خیلی پیچیده است. حالا بگذاریم تو یه شعر خیلی خوشگل واسه داداشت مینویسی دیگه، مگه نه؟ باشه، حالا ببینم چی میشه. پویراز، من یه چیزی میگم عصبانی میشی، ولی حالا که دخترها هم داخلن انگار یکم به حاضران ناحقی میکنی، مگه نه؟ من نابود شدم دیگه. واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. خدایا. صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده مامان؟ این چه وضعیه؟ حاضران من نابود شدم، واقعا نابود شدم. یعنی 2 لباس داشتم سر عقد بپوشم، هر جفتش رو نهیر با وایتکس شسته. ولی مامانم برای اینکه تمیز بشه این کارو میکرد. معذرت میخوام خاله جون، من اصلا متوجه نشدم پارچه به وایتکس حساسه. دخترم بابا بزرگ تو مادرت خیاط هستن، هیچی نتونستی یاد بگیری. باشه مامان ناراحت نشو، یه چاره پیدا میشه. چه چاره آخه حاضران؟ اگه سفارشم بدم تا 2 روز دیگه به دستم میرسه، یا باید برم بازار و پارچه بگیرم بدوزم، یا همینجوری برم سر عقد. همه چی باید اینجوری پیش بره آخه. تو این کار یه نحسی هست. کائنات به پیام میدن ازدواج نکن. ای بابا ازدواج نکن. آی بابا. عملیات لباس تمومه. یعنی چی؟ تو عمدن لباس رو داغون کردی؟ مگه نگفتی برای مامانم خیلی مهمه، حتی اگه از عشق بمیره لباس نداشته باشه ازدواج نمیکنه. بزن قدش، بزن دیگه. چرا نمیزنی؟ مگه نمیخواستی اونا ازدواج نکنن؟ ببین الان همون شد دیگه. آره من با ایدیل هم نظر شدم، اما اگه با ایدیل هم نظر هستم پس اشتباه فکر میکنم. چرا متوجه نشدم آخه؟ یعنی نظرت عوض شده؟ اگه واقعا همدیگر رو دوست داشته باشن چی؟ اون موقع من با خاله عالیه چه فرقی دارم؟ یکم به راست تنگ کن. تنگ کن. من چطوری با این دامن بدوم؟ ندوم مگه اسبی؟ خانومانه راه برو. یعنی همه چی به ملیسای من میاد ولی تغییر استایل دیگه از کجا در اومده متوجه نمیشمش. داره به من تیکه میندازه. به زودی میفهمی. من دیگه میرم. اینجوری حرف نزن تو رو خدا. باید بگی با اجازتون. البته که با اجازتون. داداش چی کار کردی؟ شعر رو پیدا کردی؟ وای خدا، همه مثل روزای قبل شدیم. وای وای وای، ملیسای قبلی برگشته. منظورت از ملیسای قبلی چیه؟ حتما منظورت پیر نبود آلپر جون، چون که خیلی دلخور شدم. واقعا تغییر کرده. بهت که گفتم داداش، دیگه مثل سابق شوخیای دوستانه نمی کنی. آقا برای دوست دخترتون یه گل میخری؟ خب چرا نخرم؟ آره بده واسه دوست دخترم میخرم. خب اولین بار یکی برام گل میخره.
من باید از گرکم تشکر کنم. میبینمت. من گلو خریدم، پولشم من دادم، چرا از من تشکر نمی کنی؟ بفرمایید داداش پویراز. هیچی، همینطوری نگاه کردم. خسته نباشی. داداش این دختره خیلی تغییر کرده ها. بده با 2 قدم راه خسته شدی، من میارم. وقتی کوچه فردی میگفت استخونای دستت خیلی نازکه واقعا راست میگفت. چی؟ کوچینگ فردی. فکر کن من هیچی نپرسیدم. چه گل خوشگلی، برای شیرینی فروشی خریدی؟ آلپر خرید. گل فروش داشت رد میشد، اونم برام خریده. اینجوری بود. چه باحال. والا از اونجایی که برای من اولین بار بود نمیدونم خوبه یا بده، نظری ندارم. بله دویگو. ایدیل، وضعیتی هست که فوراً باید بیای. صبح بخیر. صبح بخیر. باز چی خریدی؟ این دفعه نخریدم، با دسته خودم درست کردم. یه هدیه برای توه. ها، یعنی با هدیه‌هات سعی میکنی معذرت خواهی کنی. من اشتباه گفتم. با این هدیه یه درسی بهت میدم. بچه ها برای چیدن صندلی‌ها کمک کنید. چی شده؟ عروس خانم 2 تا پارچه فروشو کنار هم گذاشته. گورکم این به ما چه ربطی داره؟ یعنی چی به ما چه ربطی داره ای بابا؟ تو تا حالا دعوای پارچه فروشا رو ندیدی؟ یعنی خدا قسمت نکنه ببین. گورکم لطفا زنگ بزن به مامانم بگو. زنگ زدیم، خاتون داره برای لباسش گریه میکنه، به حرفم گوش نمیده. باید چی کار کنیم؟ این ایکس کیه؟ اون مهمون ویژه است، نمیدونم. خوبه، باشه. اگه جای علی رو با یکی از پارچه فروشا عوض کنی حل میشه. باشه. علی؟ همون علی که کاروان داره؟ حالا خوب شد، اصلا به ذهنم نیومد. ببینم چه درسی میخوای به هم بدی. داداش پویراز، درباره دکوراسیون اتاق خبری نشد؟ من اونو حلش میکنم، بهت خبر میدم. باشه. چطوری حل میکنی؟ میتونم اینو باز کنم بعد؟ این گلدون کینسولی تو زبان ژاپنی به معنای تعمیر با طلاست. تو ژاپن هر چی که بشکنه رو با طلا یا نقره تعمیر میکنن. برای اینکه مثل سابق بشه این کارو نمیکنن. برای اینکه داستانی که موقع شکستن براش افتاده رو حفظ کنه. این گلدون چه داستانی رو حفظ میکنه؟ اشتباهی که من در قبال تو انجام دادم و عصبانیت تو نسبت به من. من بهت نمیگم اتفاقاتی که افتاده رو فراموش کن. فقط میگم بذار یه بعد جدید به خودش بگیره، مثل این گلدون. حاضران، فامیلای فریس خانم زنگ زدن، میرم اونجا، میخوای بیای؟ فریس خانم کی؟ تو راه واسط میگم. باشه. دویگو هنوزم تو خونه ای ما؟ یعنی احتمالاً اونجان. حالا میخوای چیکار کنی؟ خوب میدونم با جفتشون چیکار کنم. باشه، پس منو تو مشکلات خانوادگی خودتون دخالت نده.
این وسایل انتخاب کرده بود. اگه تو میخوای میتونی عوضشون کنی. من ببین خانم محترم، اگه ازدواجم کنین حق نداری بیای تو این اتاق. اینجا اتاق مادرمه. ادیل جان، قبل اینکه شما بیای داشتیم در این باره حرف میزدیم. از این اتاق برید بیرون، برید بیرون. بابا چرا نمیفهمی من هرچی بهت میگم؟ میگم خونه رو ترک میکنم، میگم میرم از اینجا، میگم اگه با این خانم ازدواج کنی دیگه نمیتونی منو ببینی. اما تو انگار نه انگار باز داری کار خودتو میکنی. اینجا اتاق مادرمه، چرا نمیفهمی؟ اتاق مادرمه. من و بابا دقیقا داشتیم در مورد همین حرف میزدیم. یعنی من نمیخوام اینجا چیزی عوض بشه. ما یه اتاق دیگه میریم. ولی عزیزم اتفاقی که توی گذشته افتاده رو نمیتونیم هیچ جوری عوض کنیم. وای زینب خانم، اینقدر که شما لطیف و محترمی، همش میخوام ماچت کنم. اصلا پشیمون شدم هرچی گفتم. ادیل دیگه داری زیاده روی میکنی. نه تازه زیاده روی نکردم، هنوز اون رومو ندیدی. من و حاضران هر کاری بتونیم میکنیم که شما دوتا با هم ازدواج نکنی. اون گفت حاضران؟ رابطه این و حاضران بد نبود؟ مثل این که ازدواج ما به نفع رابطه بچه هامونم بوده. باور لطیف. بیای بیرون. خدای توبه، دیوونه است. فریس خانوم سالها پیش اومده اینجا، یه خونه خریده و اونجا زندگی میکنه. تا مجبور نشه بیرون نمیاد. دختر یه خانواده پولدار تو استانبول بوده. میگن تو خونهش مبلمان با ارزشی هست. خب فریس خانوم الان کجاست ها؟ چند ماه پیش فوت کرده. خونه به یکی از فامیلای دورش به ارث رسیده. امروز مشاور املاک اومده و خونه رو دارن میفروشن. میخوان مبلمانم بفروشن. ما هم میریم که اون مبلمان رو نگاه کنیم. آره قبلا اگه داشتیم جایی میرفتیم، اگه ازت میپرسیدم کجا میریم چیزی نمیگفتی. قبلا تو هم ازم میپرسیدی داری منو میدزدی یا نه؟ میدونم دیگه این کارو نمی کنی. چقدر با سلیقه بوده. چرا یهو تصمیم گرفته بیاد اینجا زندگی کنه؟ نمیدونم، شاید اونم یه کار جاسوسی مخفیانه داشته. چقدر قشنگه. من اینا رو نگاه میکنم. خب نه هر طوری دوست داری نگاه کن. به نظرتون بچه پولدار از این خوشش میاد؟ به نظر من که قشنگه. باشه پس اینو بخریم. باشه میگم اینم بخریم. تو اتاق میذاریم خوشگل میشه. خوبه؟ باشه اینم بخریم. یعنی تو همچین جای کوچیکی سالیان سال بدون اینکه کسی رو ببینه زندگی کرده؟ فکر کنم یه راز خیلی بزرگ داشته. آره دقیقاً مثل من. قبل اینکه تو بگی خودم به خودم تیکه میندازم. اما وقتی تو میگی من نمیخندم. عجله کنیم زمان میگذره. باشه. ببین شاید بخوای اینم بخریم. پولیانا چقدر کتاب قشنگیه. چه چوب قدیمی هم داره.
نه اینو نخریم، حتما خاطره داره. نه حتی صاحب ارث نیومده مشاور املاک رو فرستاده، مگه نمیبینی؟ فکر نکنم کسی به خاطرات فریس خانم اهمیتی بده. اینم بردار. باشه برش میدارم. خداحافظ فریس خانم. رازات همراه تو ناپدید شد. تو امروز برای ملیسا گل خریدی؟ همینطوری دلم خواست. امروز دیگه؟ یعنی فردا یه روزی که ملیسا رو به عنوان مانکن دیدی؟ آخه وقتی گفت حالا کسی واسش گل نخریده خجالت کشیدم. سالیان سال مثل دوست دوران سربازی باش رفتار کردیم و تو سرش زدیم. چی کار میکنی؟ من که دوست دوران سربازیت نیستم. خب یه لحظه میخواستم با رسم شکل بهت نشون بدم. حالا که میخوای یه مرد مؤدب و خوب باشی پس باید پیش منم اینطوری رفتار کنی باشه؟ من بهت میگم مثل آدمای جزیره عاشق هم بشی. چیزی به اسم عشق جزیره وجود نداره. هر جا عشق هرطوری هست اینجام همونطوره. دست همو میگیریم و همو میبوسیم و تموم میشه میره. اون نگاه سر چشمه رو چی میگی؟ همچین چیزی وجود نداره. تو تمام خونه ها الان شیر آب هست. چه چشمه ای آخه؟ یه بوس کوچولو بعد یه دعوا میخواد؟ نه خیر نمیخوام بوسم کنی. باز چی؟ ببین پویرز، خاله علیه منو تحت فشار میذاره که حاضرن از خونه بیرون کنم. خب تو بد اخلاقی مادر بزرگی تو بهترم هم میدونی. چی کار کنم؟ بین دو تا آتیش گیر افتادم. حاضرانو ببرم یا نبرم؟ آشی داغی که برایم بپزه من بخورم یا نخورم؟ کاری نکن، من با مادر بزرگم حرف میزنم. باتو جون، استرس عروسی دارم. اتاق رو جدا کردی؟ خیلی خوشحال شدم. حاضران میدونه؟ آها نمیدونه. خدا میدونه وقتی تو رو ببینه چقدر خوشحال میشه. داداش ببینم مشکلی داری؟ ببین اگه بگی نه فکر میکنم هنوز بهم اعتماد نداری. از قیافت معلومه یه چیزی شده. با مادر بزرگم بحث کردم. چرا؟ امروز صادق رو دیدم. مادر بزرگم میخواد حاضران از خونش بیرون کنه. این موضوع باز شد بعدش وقتی فهمید میخوام ببخشمش. میخوای ببخشی؟ راستش غرورم میگه نبخش. میگه تو صورتت نگاه کرد و بهت دروغ گفت و بهت کلک زد ولی اونجا اینطور نمیگه. آره؟ بهش میگم برو، گفتن این راحته، ولی بعد رفتنش یه جای خالی تو زندگیم باز میشه. اینو میدونم. انگار من میترسم آلپر. برای اولین بار تو زندگیم میترسم. تا همین چند ماه پیش از وجودش خبر نداشتم. الان رسما دارم عقلمو از دست میدم که نکنه از اینجا بره. خودم بهش میگم برو ولی میخوای مقاومت کنه و بمونه. درسته؟ اگه بیخیال بشه و بره چی؟ داداش تو این دنیا همه یه تحملی دارن. قبل اینکه تحمل حاضران تموم بشه یه کاری بکن.
سلما، سلما، وقت مدرسه رفتنه. چه مدرسه ای؟ بیدار شو. چی شده؟ مراسم عقد میای دیگه. تو دعوتم کردی؟ دعوت نکردی که. دارم دعوت میکنم. تو برای همه کارت دعوت فرستادی، منو اینجوری دعوت میکنی؟ دخترم، همه رو تلفنی زنگ زدم دعوت کردم. باشه، پس میام. شب بخیر. همچنین. بازش نکرده. حاضرم. اینو لایه کتابی که از اون خونه خریدیم پیدا کردم. 50 سال پیش برای فریس خانم نوشته شده. تو نامه چی نوشته؟ قرار بود ازدواج کنم، اما فریس خانم فکر میکرده بهش خیانت کرده. در واقع خیانت نکرده. این نامه رو نوشته که توضیح بده. گفته دلت میاد این کارو بکنی، اما فریس خانم حتی نامه رو باز نکرده. از سر غرور قبل اینکه واقعیت رو بفهمه میمیره. من دیگه برای فریس خانم ناراحت نمیشم. بچه ها حواستون به نصب لامپا باشه. عروس خانم خیلی به این چیزا حساسه، به جزئیات حساسه، به شوهر خواهرم خیلی حساسه، به همه چی حساسه. حساسم. تو رو خدا یکم دیگه مهمونام همه از راه میرسن. صندلیات از این نشده، گلا نیومدن. گرکم تو رو خدا یه کاری باید بکنیم. زود باش دیگه. ببین عشقم، برای چی ناراحتی؟ تو هستی، من هستم. بعد اینکه عاقد اومد این چیزا چه اهمیتی داره؟ هیچ اهمیت نده خواهشم. لطیف، تو اصلا عوض نشدی یا تو همیشه بیخیال بودی؟ من اینجوریم. باشه، پس منم با این لباس به مراسم میام دیگه. منم مثل تو بیخیال میشم. بیا ببینم. باشه، پس به مراسممون که کاراش تموم نشده یه سر بزنیم. باشه. کیک آماده است؟ سیستم صوتی چی؟ دارم با کی حرف میزنم ها؟ الو؟ دختر؟ حاضران، اومدم در خونتون. چه زود اومدی. امروز مادرم داره ازدواج میکنه، مگه میشه خوابی؟ یه لحظه میشه یه کمی حرف بزنیم؟ ببین دارم برای اولین بار اینو میگم، الان نمیشه. باشه، میشه لطفاً شماره فامیل فریس خانومو بهم بدی؟ میخوای چیکار؟ بده دیگه لطفاً، پیامک کن برام. باشه بابا دارم میگم سیستم صوتی نصب شد یا نه؟ صبر کن، الان نمیشه. نمیتونم بهش فکر کنم. الان نمیشه؟ پس کی میشه؟ من باید تنهایی همه چی حل کنم؟ مگه من چی کارم اصلا؟ سیمگه
جنساتو باز نکردی؟ نه داداش سوده، این وقت روز مشتری نمیاد. منم دیگه، من الان مشتریم. میخوام ازت یه گردنبند بخرم روش حرف ه داره. باشه الان میام. ولش کن، بده من بزنم. بازش کن. یه وقت خیال برات نداره ها، فقط به خاطر اینکه توی جزیره شایعه درست نشه که خواهرش رو برای مراسمش دعوت نکرده دعوت کردم. منم دقیقا برای همین دارم میام، فقط برای همین. باشه. خاله ببین همه دار و ندارمونه همش آوردم. ببین اینجا پیرسینگ دارم، گیره دارم، همه چی هست. خدای من این دیگه چیه؟ فقط همین کم بود. اوه اینا رو نگاه کن. بودو دخترم بودو. اومدم. مامان برات یه لباس فوق‌العاده آوردم که دوستات از استانبول میان از حسودی دیوونه بشن. مامان خیلی خوشگله. باورم نمیشه. حاضرن این از کجا پیدا کردی؟ خب جزیره پر از این گنجاست. عزیز دلم دختر خوشگلم، خیلی ازت ممنونم. منم برات یه سورپرایز دارم. نه خواهش میکنم تو سورپرایز نکن مامان، خیلی نگران میشم. این دفعه خیلی خوشت میاد. این خیلی خوشگله مگه نه؟ خیلی خوشگله. قشنگه خواهر جون. شاگردم کیکو آورد. ملیسا تو واقعا عوض شدی. تو چی قایم کردی؟ چیزی قایم نکردم. فقط منتظر لحظه خاصم. خدای من. خدا رو شکر که همه چی حل شد. امروز از یه امتحان سخت گذر کردیم. یعنی تشویق کنید آقا گورکمو. تشویق کنید آقا گورکمو. خیلی ممنون. تو امروز داشتین همه چی رو نابود میکردین، ولی خدا رحم کرد که همه چی رو حل کردین و مشکلی نموند. ولی این موفقیت ماست. موفقیت. بس حالا که اینجوریه بریم جشن بگیریم. برو عقب. اصلا از این کارهای احساسی خوشم نمیاد. ولی آقا گورکم براتون سورپرایزای کوچیک داره. اون چیه؟ تاتا بگیرش. اینم واسه تو. اصلا باز نکنی ها. الان خوشتون نیاد من ناراحت میشم. من برم بعد نگاه کنیم. خیلی مردی. دمت گرم آقا گورکم. چی فکر کردین ها؟ منو ببین، به کسی چیزی نگینا. نمیخوام فکر کنن من رئیس مهربونی هستم، فهمیدین؟ بین خودمون بمونه. اتفاقی که تو لابی بیفته تو لابی میمونه. خب میدونی تو خیلی مهربونی. اغراق نکن. سلام. لطیف صدره هست، شهر داره این جزیره زیبا. سینام. سلام. سویم. آقا جدت. خوشبخته. نیل خانم. خیلی خوشبخته. خوش اومدید. بفرمایید. خواهش میکنم. آبجی علیه جون، خوشحالم که اومدی. تا عقل نمیمونم.
وقتی با دختر خواهر خوندم ازدواج کردی قول دادم هدیه بدم، اونو میدم و میرم. خود دانی زینب یکم خسته شد، خواست استراحت کنه، رفت لابی. بفرمایید. خواهش خیلی ممنونم، چرا زحمت کشیدی؟ اما این اصلا سبک من نیست، من نمیندازم. های، من به قولم عمل میکنم، تو بندازین اندازی برام مهم نیست. حالیه، دوست نداشتم اینو به خودت بگم، اما خیلی پیر شدی. یعنی قبلا یه چیزایی میگفتی بهش عمل میکردی، الان گفتی تو باید از این جزیره بری، دخترت باید از این جزیره بره. زینب، منو دیوونه نکن. تو دور از من زندگی میکنی ولی دخترت باید از این جزیره بره. تو میترسی بین نوت و اون رابطه ای باشه؟ نترس، عشق بزرگ حاضران تو راهه، یکم دیگه میاد، شاید اون قانعش کنه به استانبول برگرده. میبینمت. فهمی جون خوش اومدین. ممنونم دخترم. خوش باشی. آقا داماد دخترشو فرستاده به استقبال عاقد. از دست این بابای تو چه کارایی که نمیکنه. بابام یه کار کوچیک براش پیش اومد، بعد گفت من شما رو ببرم توی یه اتاقی کاملا استراحت کنین، از هوا لذت ببرین تا بابام کارش تموم شه بیاد خدمتتون. بفرمایین. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. بفرمایین. آها، بفرمایین عمو فهمی جون، بفرمایین. هوا خیلی گرمه. بله متاسفانه خیلی هوا گرمه. وسایلتون رو بذارید اینجا، بعد بفرمایید اونجا دستشوییه، دستاتون رو میتونیم بشورید. خیلی عالی. آره راحت باشین. خیلی ممنونم دخترم. صورتمو بشورم. عاقد هنوز نیومده. زنگ میزنم ولی جواب نمیده. نکنه تصادف کرده باشه. حسیران اصلا چقدر شیک شدی. ممنونم، شمام همینطور. ویدیوی مادرتو دیدم، خیلی ناراحت شدم. وقتی میگفتیم دیگه نمیتونه خوشحال باشه یهویی دیدیم از خاک سرش متولد. ناراحت نشین، صنایع صدفلی زمین نمیخورن. میبینمت. مشکلی هست؟ داداش عاقد هنوز نیومده. چی؟ حاضران چی کار کنیم؟ شامو پخش کنیم؟ حداقل مهمونا رو سرگرم کنیم. باشه فکر خوبیه. ردیفش میکنم. منم به مادرم سر بزنم. باشه. حاضران تو نتونستی ولی من مانع شدم. بهت گفته بودم ازدواج نمی کنم. اصلا دلم نمیخواد ولی باید بهت تبریک گفت. من هر کاری کردم نتونستم از افتش تعجب نکن.
یعنی با مادرم دعوا کردم، باهاش قهر کردم، کلی کار دیگه کردم اما نشد. تو چی کار کردی؟ عاقدو تو یکی از اتاقا زندانی کردم. حداقل امشب نمیتونه کسی رو عقد کنه. اتاق هتل؟ نهیر کدوم اتاق خالیم؟ حاضران چی شد؟ میگفتی نمیخوام عقد انجام بشه. من به هیچ وجه با تو توی طرف نیستم، فهمیدی؟ هیچ وقت. حاضران بازم چی شده؟ عاقدو تو اتاق زندانی کرده. کی؟ ایدیل. کدوم اتاقا بود؟ آبجی حاضران 9 و 7 و 13. هممون به یکیش سر بزنیم. اون عاقدو باید پیدا کنیم. باشه؟ داداش پویراز، مادر بزرگت صدات میزنه. باشه. چقدر به هم میان واقعا، چقدر به هم میان. فقط برای اینکه آقا داماد آبروش نره آبروی تو رو نبردم، ولی فردا عکس تو وسط جزیره آویزون میکنم، زیرش مینویسم که چی کار کردی. همه باید بفهمن. دست از سرم بردار فوراً. مادر بزرگ، تو اینجا تنهایی داری چی کار میکنی؟ بیا با هم دیگه بریم. میخوای بیام با زینب برقصم؟ مادر بزرگ بیا حداقل امشب این دشمنی رو کنار بذار. باشه؟ تو کنار بذار تا دختر تو رو بلند کنه و به یه دیوار دیگه بکوبه. مادر بزرگ ببین، تو این دنیا من بیشتر از همه به تو احترام میذارم. تا امروز به همه حرفات عمل کردم، اما بذار تو موضوعی که به حاضران مربوطه من تصمیم بگیرم. باشه؟ عشق بزرگش داره میاد، از دستت میگیرتش میبرتش استانبول. حاضران اینم بهت نگفته مگه نه؟ Take risque
حسرت سالیان دراز من این در رأس همه افکارم قرار دارد. اون در حرکت جادویی دستاش قرار داره. در چشمانش رویاهایم میخندن و گریه میکنن درون باغچه دلش. این را میبینم راه ها باز هم مثل همیشه در خواب بهاری هست و در عطر گلهای وحشی. نمیتوانستم این رویای زیبا را ببینم. بفرمایید. سلام. رزرو اتاق داشتم، یه سویت بوده به نام باتو اندر. پس شما هستین؟ اتاقتون حاضره. بچه ها چمدونتون رو میارن. اینا فعلا اینجا بمونه. من میرم به عروس یه تبریکی بگم. اسم چی بود؟ نهیر. نهیر خوشبختم. میبینمت نه؟ میبینمت. حسیرا با تو اینجا چی کار داری؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim ıslı durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanı bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.